میکند. اگر همین روز تا بیگاه صدها مسلمان دست گیرد، چی به یاردمی مثال جانی باشد چی مالی باشد، لیکن مادام نماز نمیخواند وای در لعنت خدا گرفتار است. پیغمبر خدا میگوید العهد الذی بیننا و بینکم الصلاة. ای امت اسلام، من با شما در عهد بستگی هستم، شرطنامه دارم. پیغمبر میگوید یعنی در حالت شما امتی من هستید، در حالت شما مسلمان کامل هستین که شما نماز داشته باشین. اگر نماز نداشته باشین شما عهد ما را شکستین، شما شرطنامه را شکستین، شما پیمان را شکستین، شما امتی من نیستین. یعنی همه کارهای این برادر حبطه است، بیکاره است. و پیغمبر در دلشان زیاده بگردد. خدای مهربان این پدر و مادر در دلشان مهر قرآن و مهر اسلام خدای مهربان جایگیر بگرداند. آمین یا رب العالمین. لیکن خیلی مادام تکلیف کرده، من برای تو یک جواب میگم. آیا از روی کتاب نکاح را خواندن درست است یا نه؟ خب یعنی از روی کتاب نکاح کردن جایز است. محترم داملای مهربان، اله سخنان شما را برا شود، اله هرگز خار نشوید و از خدای خود طلب میکنم. یک شخص قبل از اذان پیشین سنت پیشین را در خانه خواند، به مسجد آمد تا نماز فرض برپا شدن چند رکعت نافله خواند. آیا درست است یا نه؟ با احترام مخلص اشدی شما. یعنی برای خواندن سنت اولا اذان شرط نیست. الاذان سنت للفرائض فقط فی وقتها. اذان چگونه ای که در باب اذان کتاب مختصر میگوید فقط برای نماز فرض است. بس فقط برای نماز فرض اذان داده می شود. اگر شما مبادایی که سنت بامداد در خانه وقتی که صبح میدمد میخوانید، اگرچه مؤذن اذان هم که نگفته باشد نماز شما درست می شود. اذان برای نمازهای سنت نیست. یا شما می توانید که در خانه 10 تکم یک 5 تکم یک پیش از اذان مؤذن نماز پیشین سنت چه خوانید. یعنی اذان فقط برای نماز فرض است. بس برای همین کسی که در خانه می خواند باز آمده به مسجد می خواهد که یگان تحیه مسجد خواند یا نافله خواند یا قضایی خواند، جایز است برای او تا نماز، یعنی تا برپا شدن فرض می تواند که این نمازها را و ذکرها را انجام دهد. یگان خلل و زلل پیدا نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز، درباره سنت های مسافرتی آیا خوانده می شود یا نه؟ یعنی سنت هایی که در سفر. امروز من به شما خبر دهم که قول اصح همین است که امروز 96 کیلومتر الکی آدم مسافر میگرداند. اگرچه فتوای محمودی امروز حتی به 78 کیلومتر هم اجازت داده است، به 87 کیلومتر هم اجازت داده است، لیکن از روی حدیثایی که پیغمبر جدا کردن امروز 96 کیلومتر اگر شما از خانه بیرون شدین شما مسافر هستید. شما نمازهاتون همون فرضها را 4 رکعت ها را 2 رکعت خواندن میگیرین. نمیگین قصر، بلکه هم میگین نیت کردم 2 رکعت نماز پیشین یا 2 رکعت نماز عصر. شرط نیست که 2 رکعت فرض قصر پیشین. این قصر در داخل این نیت جا کردن لازم نیست. خب و سنت های مسافرتی چگونه است؟ سنت های مسافرتی را اگر چند عزیزان ما و شما فقهای ما و شما گفتند، اگر گفته است یعنی شرایطش خوب باشد، هیچ ضرورت نداشته باشد، هیچ مشکلات بالاش نباشد، بهتر است که سنت ها را خواند. لیکن اگر مبادایی که در راه سراسیمه هستند یا مثال مردم زیاد او را انتظار هستند، این حالت ها سنت ها را ترک کنند و فرض هاش خوانند و بس.